دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقات منطقوی قهرمانی آسیا بین دختران سینشان تا 14 ساله در پایتخت شریلانکا شهر کلامبو در بین 6 دسته مقام چهارم را اشغال کرد و حالا آنها در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تمرین میکنند و همصحبت من سرمربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان سلیمان بابوکلانوف. از شما خواهش دارم اولا درباره نتایج این مسابقات کمی معلومات بدهید. در این مسابقه 6 دسته اشتراک کردند. ما دو دستهش رو غالب آمدیم و 3 دستهش ما بای دادیم و همین طریق در مابین 6 دسته ها جای چهارم گرفتیم. آیا شما از نتایج به دست آورده دختران تاجیک در این مسابقه قناعتمندید؟ البته ما در این نتیجه راضییم، برای که یکمین بار این دخترها در این مسابقه اشتراک کرده بودند. با همین هم چه خیلی که باشه نباشه 2 دسته را ما بریدیم، بوتان و شریلانکا را، و با دسته‌های پرقوت بودند که هندوستان، ایران و نپال. نقشه‌های امساله شما چگونه اند؟ نقشه‌های امساله با بازی با دسته منتخب 16 ساله هستند. ماهای سپتامبر در شهر بنگلادش میگذره با ویا در سکم در مشق‌های تعلیمی سر میگم. چخیلی که گفتم دیدیم این دخترها اینجا 5-6 نفرش ناز بازی کردن، اینا را ما میخوایم که باز دسته 16 ساله داخل کنیم. یعنی در تاجیکستان هم دسته های منتخبی 14 ساله، 16 ساله و بزرگسالان شرکت میکنند در مسابقات اصلا منطقوی آسیایی. همین خیلی است. البته. و بگویید که چگونه شرایط است برای تمرین دختران؟ راما با کمش که با همون فدراسیون تاجیکستان شو هم خیلی میدان‌های زمانوی فراهم کرده است. برای همین اینا چخیلی که دختر بچه‌ها همش اینجا دیدستین دویدستین آینده اینا با میخوایم که با جمع آمد کنیم که با دخترای میدان جمع کردن میخوایم. آینده بسیارتر شدن بینین روز تا روز بسیارتر شده افسوده. برای همین از همینجا با بسیارتر مشق‌های نظر اونا نکنه و دیگه جون دخترها اوج دست‌ها کشوده شدن و نزدیک همه رو جمع کرده با یه بار دیگه میبینیم. شما که سرمربی همه دسته‌های منتخب زنانه تاجیکستان هستید، بگید که در کدام شهر و نواحی کشور بین زنان فوتبال رشد یافته است و چگونه شما دختران رو به دسته‌های منتخب جلب میکنید؟ سال گذشته در 2 منطقه چمپیونات تاجیکستان شده گذشت. یکم etaپ در سپیتامین گذشتگی بود. سپیتامین در گذراندگی بودیم 4 دسته بود. 4 دسته این دسته‌های قیراقوم بودن، سپیتامین بودن، از نورک بود، از قرغنتپه، از شهر دوشنبه. بعد دویم در شهر نورک گذشتگی بود 5 دسته داشت. اونجا نورک بود، دوشنبه، رگر، قیراقوم کم دستش بود. بعد همون وقتی که بزرگ زد اما بین همونا ما همون دخترها رو نگاه میکنیم، بعد یک تا کدومش که بازی نقصتر میکنه بعد از روی سالش نگاه میکنیم، یا 14 ساله میبیه یا 19 ساله میبیه، 16 ساله 19 ساله، یا که کلانترش این دسته منتخب تاجیکستان. به نظر شما برای رشد من بعده فوتبال زنانه در تاجیکستان امروز چگونه کارها را باید به ثبوت رساند؟ البته برای پیشروی که اگر فوتبال زنانه باشه بسیارتر سرپرستان میشدن، اگر با نقصتر بسیارتر میشد نقصتر. برای چی شما ببینید چخیلی که دخترها هر سال به شهر بیشکک قرقیزستان میرویم. سال رفتگی بودیم به شهر ایوردانیا 19 ساله چمپیونات آسیا بازی کرده بودن. سال گذشته دیگر گروه 14 ساله بودن رفتن شریلانکا رفته بازی کردن. چخیلی که اینا ببینین همه قدر میرن جا بازی میکنن، تجربه بسیارتر میشود. ما میخوایم که همه بسیارتر سرپرستان میشن بزرگتر میشه. تشکر برای صحبت. ما با شما و با شاگردانتان موفقیت های نو به نو آرزو مندیم.